دو کشور برادر با اونجا صحبت بکنیم. خیلی موضوع خوبی است که با شما و با برادران با یک دقیقه ما تاجیکستان پروگرام‌های کنند. همچنین من برای من وزارت خارجه است از این با سفیر ما آشنا. ما امروز وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان صحبت مفصل داشتیم. در بخش‌های مختلف خواننده شدیم که روابط ما محکم و تحکیم پیدا کنه. ما علاقمند هستیم که بتوانیم در بخش ترانسپورت و ترانزیت یک شرایط بسیار خوب و سهل بین افغانستان و تاجیکستان و در آینده با پاکستان و بتوانیم ایره توسعه بدیم به قرقیزستان و تا سرحد چین و امیدوار هستیم که یک راه زمینی خوبی را بین افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین در آینده داشته باشیم و این سیستم بتوانه کارآمد باشه. شهر زیبای واقعا زیبای شهری هست. آقای ویسی رئیس خانه خود آمدید و بار